من نمیتونم بیام. اجازه ندادن. یعنی موقع تو هنوز نرسید. کجا میری بی معرفت؟ اینجوری رفیقتون رو جا میذارید و میرید؟ آره؟ چرا وایسادی؟ آره؟ من بدبخت بیچارم بی ارزم آلودم واگیر دارم. آره؟ شیمیای گناه و معصیتم نفسم مریضتون میکنه. بایدم منو جا بذارید و برید. بایدم از من فرار کنید. شما پاکین، عزیزین، آبرومندین، سالمین، اما من جزام گناه سر تا پامو گرفته. مگه نه؟ یه مرداب خوشگیرم. اما نامردا منم یه زمانی مثل شما زلال و جاری بودم، پاک بودم، کنارتون بودم، رفیقتون بودم. اگه همه اینا نبودم بابا نوکرتون که بودم. یادت مرتضی؟ یادت تو هموم دکوه یادت چند بار کیست کشیدم به سر؟ اصغر یادت برات بوتیناتو واکس میزدم؟ رضا تو بابا من کمک تیمار چیت بودم. حالا ببینین رفیقتون توی این شهر شلو جامونده داره زیر دست و بله میگه. چی میخوای مسلمم؟ تنگ رفت دارم. مسلم دلش رو تو مشت حسین گذاشت و رفت کوفه. دیگه دلی نداشت که تو غربت کوفه بگیره یا تنگ بشه. اگر مسلمی چرا تسلیم نیستی؟ اگر دل دادی چرا بیدل نیستی؟ دلم گرفته مرتضی، دلم گرفته. این همه چرا توی این شهر هیچ کدوم چشمامو روشن نمی‌کنه. این همه چشم توی این شهر مرتضی هیچ کدوم دلمو گرم نمی‌کنه. مرتضی اینجا همه میدونن که